50 میلیارد تومان برای یک سیم کارت تو ایران کاملا دردناک ولی واقعیه. تو همچین شرایطی که مردم ما از وضعیت بد معیشتی نمیدونن با چه غلطی بکنن، این پیج ها هم هستن که همچین آگهی‌هایی می‌ذارن. برای خود من بابایش اول سخت بود، دایرکت دادم، پیام دادم، ولی متوجه شدم که این آگهی کاملا واقعیه. کاری کلا به هیچی ندارم، همه چی بجاست. اصلا شما بیزنس خودت داری و مشتری خودت داری و میگم درست 50 میلیارد پول سیم کارت بدی، اونم به تومن، که بعدش حتی نتونی باشی اینستاگرامو باز کنی. با سیم کارت 50 میلیاردی باید 100 تومن فیلتر شکم بخری بیای اینجا که تشکر کنی از پیجاتی. آخر هفته بری برقام یه نقطه هایی از اونجا ممکن آنتن نداره، ولی اولش خط 50 میلیارده 912 بقیه 5.